مقایسه نرخ متریال ها در تاجیکستان و خیتای. سلام علیکم دوستان، با شما مقایسه نرخ متریال ها یعنی لباس های زنانه را نشان میدهم که در تاجیکستان چند پول است، در خیتای چند پول است. اگر زکات کنید تو تاجیکستان چند پول می شود. می داریم با برنامه پیندادا. یگان متریال انتخاب کرده نقشه می بینیم. مثال همین متریال می بینیم که در خیتای چند پول است. نگاه کنید 2 متر، 2.5، 3، 4، 5 متر داره. بسیاری ها 3 متر میگیرن. ما از 3 مترش هم میبینیم که در خیتای چند پول است. اگر همین را تا تاجیکستان بیاریم چند پول میشود. 3 متری همین در تاجیکستان تقریبا 130، 140 تا 160 سومون است. 3 مترش. در خیتای میبینیم چند پول است. نگاه کنید 3 مترش 27 یوان میشود. ما از 27 یوان با تاجیکی میزنیم میبینیم. چند متری که به شما لازم است می توانید که گیرید. یعنی 3 مترش 27 یوان است. حاضر با تاجیکی می بینیم. یعنی 40 سومون می شود 3 مترش. حاضر با دستافکش حساب میکنیم می بینیم تا تاجیکستان چند پول می شود. تقریبا همه چیز 300 گرم حساب میکنیم. برای 3 مترش وزنی نیست. 300 گرم حساب میکنیم. 300 گرم ضرب 30 میزنیم. میشود 9 سومون. یعنی همه چیز از خیتای 3 مترش 9 سومون در میاد تا تاجیکستان. همگی 49 سومون میشود. ما میتوانیم همه چیزا با دستافکش همش حساب کنیم 49 سومون گیریم. همین را تقریبا 140 سومون تاجیکستان ده 140 سومون میزنیم مینus 49. یعنی 91 سومون در بلاش موندگان. ما میتوانیم در 91 سومون با 2 تا همین خیل گیریم. 2 تا 3 متر. اینجا میتوانید شما 2 متر گیرین، 2.5 گیرین، 4 گیرین، 5 میگیرین. دست خطان ده چند متر که به شما لازم است میتوانید که زکات کنین. همین را فقط به خطا زکات کردن در کار. اگر خطا کنین چیزی بی صفت میآید. اگر شما میخواهید زکات کردن یاد گیرین با درستی میتوانید با ما نویسید. ما با همه نزدیکیش نشان داده تا یکم زکات به دستتون رسیدن یاردم میکنیم. هر چیزی که به شما لازم است شما همه چیزی را یافته میتوانید. فقط با درستی آموختن در کار، چون که اگر خطا کنین زکات شما نمیآید به تاجیکستان. یا اومدنی همون چیزی که زکات میکنین همون چیز نمیآید. پس سوالای که مونده با دیگران ویدیو را روان کنید و ویدیوهای دیگری ما را انتظار شوید.